استاد سوال من در همین موضوع دعا کردن، خصوصا در همین شب‌های مثال بزرگ، شب‌های قدر، مثال چگونه راه به راه درست مثال از الله نعمت‌های دنیایی و دینی بخواهیم. مثال من وقتی که یگان نعمتی دنیایی خواستنی میشوم از الله، در حال در سرم فکر میآید که مثال شرم نمیداری اینقدر الله به تو نعمت داده است، با چنین نعمت میخوای، آیا این ناشکری نیست؟ یا اینکه 2 سال میشد مثال بیمارم، وقتی که برای سلامتیم اگر دعا پرسم، در حال در سرم فکر میآید که مثال آدمانی هستند که بیماریشون از تو نیز بدتر است، تو باید شکر کنی و باید از الله مثال نخواهی. همه خیلی فکرها میاد و از تحت دل دعا کردن نمیتونم، مثال چی از نعمتی مثال بخصوص در نعمت دنیایی. همین هم میخواستم از شما بپرسم. خب الله تعالی در قرآن کریم گفته است که ادعونی استجب لکم، شما مرا دعا کنید. دعا یعنی از من طلب کنید. استجب لکم، من طلب شما را اجابت میکنم. و این چنین اجیب دعوت الداعی اذا دعان، در سوره بقره میاد که من اجابت میکنم دعای دعا کننده را هر وقت که مرا دعا کرد. دعا که کرد من اجابت میکنم، وعده در 2 جای قرآن. و اینجا نگفته است که دعای دینی یا دنیوی، دعا عام است. و در قرآن کریم الله تعالی ثنا گفت با آنهایی که میگن که و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا. الله تعالی ثنا گفت از بین بندگانی هستند که میگن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای الله برای ما پروردگار و برای ما در دنیا نیکی ده. بعضی ها نیکی را زنی صالحه ترجمه کردن، نسبت مردها، نسبت زنها یعنی شوهری صالح. در دنیا برای ما نیکی ده یعنی پر مسئله های دنیوی هست، چی خانه و چی مال و چی شوهر و چی زن و چی فرزند و مثلا چی وظیفه و کسب حلال و پول و مال و آبروی و هر چیزی برای دنیا هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگار برای ما در دنیا نیکی را ده. و فی الاخره حسنه، پروردگار را برای ما در آخرت نیکی را ده، یعنی جنت که در آمده، در داخل جنت همه نمودی نیکی هست. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. الله تعالی میگه که به اهل جنت هر چیزی که خواستن هست، هر چیزی که خواستن هست. ولدینا مزید، در نزد ما زیادت. یک آدم دهقان بوده است از اهل مکه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که آسا در مکه همه چیز هست، میگن همه چیز هست، دهقانی هم هست، میگن دهقانی هست. میگم من دهقان بودم در دنیا، میخواهم در آخرت هم دهقانی کنم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خب همین کاری همین حاضر خودش حاصلاش میشه، هیچ کار نکرده، هم تو خواهشی کاشتن پیدا کند یا برای حاصلا میبرد، حاصلا علاقه تیار میشه. یعنی لهم ما یشاءون فیها، برای اهل جنت هر چیزی که میخوان هست. ولدینا مزید، در پیش ما با از خواهش آنها دیده اضافگی چیزا هست. خب همین آیات هم دنیا را گرفت هم آخرت را در بر گرفت. بعد و قنا عذاب النار تاکید است، از عذاب دوزخ ما را نگاه دار. یعنی وقتی که ما را به بهشت در آورده، خودش به طریق اتوماتیک بهشت که در آمدید، شما از دوزخ نجات یافتید، چون شما از بالای دوزخ گذشته به جنت میرید. و جنت که رفتید به قفا گشتن ندارد. کسی که به جنت در آمد دیگه نمیبراید، لیکن کسی که به دوزخ در آمد احتمالی برآمدنش هست اگر ایمان داشته باشد. کسی ایمان ندارد اونو نمیبراید، لیکن کسی ایمان دارد وای میبراید یه روز نه روز. لیکن بهشت که در آمد دیگه بازگشت به قفا نیست، لیکن با وجود این از آتش دوزخ نگاه دار. یعنی الله تعالی به همین 3 دعا ثنا گفت. بنابراین بنده هیچ گپی ندارد که از الله تعالی شفا پرسد، پول پرسد، مال پرسد، زنی زیبا پرسد، فرزند پرسد، هیچ گپی ندارد. اجازت است بلکه الله تعالی خرسند میشه. بله مثال بعضی آدم ها حیات جهتی آخرت برای خودشان پیش گرفتگی. یک زندان، در زندان یک برادر بود، 5 سال پر نشستگی بود.
میگفت که من در مدت 5 سال یگان بار از الله تعالی آزادی نپرسیدم. برای چی؟ میگفت زبانم نمیگردد. یعنی فقط امور دینی و اخروی میپرسید است. یگان مراتب آزاد بودم، دیگر غیر آزادی دیگه هیچ طلب نمیکردم. خلاصه یعنی به ایمان آدم وابسته است، لیکن این خیلی اعتقاد که من از الله تعالی شفا پرسم یا پول پرسم گویا که ناشکری به آن چیزایی که تا امروز داده است، این نادرست است. وقتی که صحابه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی دعاها را قبول میکند، اذا نکثروا، این باشه دعا رو بسیار میکنیم. یعنی از الله تعالی بسیار چیزا میپرسیم، مثلا که الله اکبر، الله تعالی از طلبایی که شما دیده بسیارتر است، یعنی ملکش. هر چیزی پرسید الله تعالی از وی بسیار دارد. هم اگر خواهشش الله تعالی تیاد و تمام اولین و آخرین از ملک الله تعالی چیزی کم نمیشه مگر سوزن و بحر زده گیریم چقدر کم میشه میخه کم میشه. بنابراین فضل الله وسیع است. پرسیدن گیرید هر چقدر وقتی که میپرسید الله تعالی خرسند میشه. فقط چیزایی که ممنوع هست نمیپرسید. مثلا مرا پیغمبر گردان نمیگوید. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی گپی الله تعالی تغییر نمییابد. الله تعالی که و خاتم النبیین، محمد پایانی پیغمبرها هست. یعنی یک آدم ای الله مرا پیغمبر کن یا پسری مرا پیغمبر کن، این خیلی دعا کردن نمیتونه. اینش از جمله تعدی در گناه، از حد گذشتن، زیاده روی در دعا هست. این چیزایی که الله تعالی نمیکند و حکم کرده است که این خیلی نمیشه. مثلا قیامت نشود، ای الله یک کاری کن که قیامت نشود یا نمرم از این دنیا. نه، این چیز طلب نمیکنین، چون که الله تعالی حتمی کرد و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. ای پیغمبر، ما با اون آدم هایی که از تو پیشتر زندگی کردن برای اونها تقدیر نکردیم ابدی زندگی کردن را. کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس چشنده مرگ است، همه میمیرد. این خیلی دعا نمیکنید که الله من مثلا جانم نگیر، من پر این دنیا زندگی کنم قیامت نشود. این چیزایی نمیپرسید. چیزایی که الله تعالی حتمی کرده است نه، چیزایی برای خودتان مثلا مال و فرزند و آبروی و سلامتی و زیبایی و دیگر پرسیدن گیرید از الله تعالی. چیزی که اجازت است اصل. بله، بنابراین شرم ندارید، از الله تعالی پرسیدن گیرید. الله تعالی دوست می‌داره وقتی که بندگانش او را میپرسن. خوب است که اول آدم مسئله های دینی و اخروی را پیش گیرد. بسیارتر برای آبادانی دین و آخرتش پرسد و دنیاش هم پرسد.